در دل تاریکی‌های جهان همیشه نوری هست که راه را نشان می‌دهد. نوری زنده که نه از خورشید می‌آید و نه از چراغ‌ها، بلکه از دل انسان‌های جوانمرد می‌تابد. جوانمرد قهرمان اساطیری نیست. او به دنبال شهرت و کف زدن‌ها نمی‌رود. در سکوت با نفس خود می‌جنگد، با وسوسه قدرت، ترس و خودخواهی. هانری کوربن، فیلسوفی که به ژرفای جان عارفان ایرانی سفر کرد، فتوت را چنین تعریف می‌کند: راهی درونی از ظاهر به باطن، راهی که با نور آغاز می‌شود و با عشق پایان می‌گیرد. فتوت یعنی ایستادن کنار ضعیف، بیان که کسی بداند، یعنی بخشیدن، بی انتظار بازگشت، یعنی جان دادن، نه برای پاداش، که برای معنا. در جهانی که قهرمانانش بر صحنه اند، جوانمردان در پس صحنه مشغولند. آنان اهل فریاد نیستند، اهل حضورند، از جنس راز نه نمایش. شاید کسی نامشان را نداند، اما جهان به نور درونشان گرم می شود. جوانمردان پهلوانان روحند، وارثان نوری ازلی که در دل هر انسان اگر بخواهد می تواند روشن شود.